اگه پوستت دونه دونه و کدر شد، ممکنه مشکل از این نباشه که پوستت کثیفه. مشکل اینه که سلولهای مرده دارن روی پوستت میمونن. اینجاست که یه اشتباه خیلی بزرگ رو از خیلیا میبینن. به جای اینکه درست لایه برداری کنن، هی محصول جدید به پوستشون اضافه میکنن. این تونر لوبیای سبز بیوتی آف جوسانه. ترکیب AHA و BHA داره که ترکیب این دوتا داداشی با هم دیگه باعث میشه کل سلولهای مرده پوستت رو باهاشون خداحافظی کنی و باعث بشی ظاهر منافذ و پوستت خیلی تمیزتر دیده بشه. اگر حس میکنی پوستت کدره، بافتش صاف نیست یا منافذت بیشتر از چیزی که باید دیده میشن، این دقیقاً همون محصولیه که باید بشناسیش. ولی یه چیزی بهت بگم اینو نباید مثل تونر آبرسان هر روز و هر ساعت بی حساب استفاده کنی. این خطرناکه. جنگی بیمه. چرا؟ کلمه تونر رو برام کامنت بذار تا بهت بگم. اگه کلمه تونر رو کامنت بذاری بهت میگم چجور تو روتینت استفادهش کنی و بهت میگم مناسب پوست تو هست یا نه.